از خانه سنگ خیمیوی زهرآلود نیتریت برآمدگی. اکسپرت کجا کردم این چیزه؟ مهیا معروفزاده 4 ماه باز درباره مرگ ناگهانی دختر و داماد و یک نبیره اش میاندیشد. سخن درباره فوت اسکندر ملکی یا خود شفیعیان، کارمند پیشین حکومت اسفره، همسرش معطرخان و یک فرزند آنها می رود. مفتشان مرگ هر سه را زهرآلودشوی از گاز کربن گفتند. اما مهیا معروفزاده میگوید در این مورد سوالهای زیادی بی جواب دارد. خانه که اینا استقامت میکردن از تیاپلی پولو رادیاتور گرم کرده میشد به واسطه برق. اونجا صندلی نیست، پچکی علاوه نیست، انگیش سنگ نیست، kömür نیست. چرا میگن که گازی کربن، نه گازی ژیژینی، نه گازی پروپان، نه گازی بوتان؟ بسیار شبهه آور. با گذشت ماه‌ها مقامات شهر اسفره مسئله را رسما شرح ندادند. تنها در یک مورد و آن هم در نشست خبری ماه ینور سردختور بیمارستان اسفره گفت جزئیات قضیه در اختیار نمایندگان حفظی حقوق است. در حقیقت اونجا زهرآلودشوی اومیخته خیلی که شما قید کردید محترم رئیس ارگان‌های حفظی حقوق در نزد آنها. البته زهرآلودشوی مثلا گویید که باتولیزم یا دیگر چیزا به قید گرفته نشده است. حالا مادر اسکندر ملکی برای دعوت نکردن یاری تعجیلی و در خطر گذاشتن حیات نزدیکان گمانزد است. حکمت شادی و شب حادثه همراه پسر و کلین و نبیره‌هایش بوده است. به او از 2 تا 7 سال زندان تهدید می‌کند. شادی و حکمت مادر محروم شفیان در خانه استقامتی پسرش قرار داشته و بیماران یگان یاری نرسانیده دیده بودند که وضع سلامتی نامبردگان بد شده ایستاده است، یاری تجدید دعوت نکرده است. بنابراین 23 ینور سال 2026 نسبت شادی و از جانب پروکورور شهر اسفره با ماده 127 قسم 3 بنده کدکس جنایی پروسیسیون پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. حکمت شادی و بازداشت نشده است. رادیوی آزادی چند دفعه تلاش کرد که با او و پیوندانش صحبت کند، اما آنها راضی نشدند. در همین حال قرار است محاکمه پرونده در آخر ماه مارت در دادگاه شهر اسفره شروع شود. مهیا معروفزاده با خلاصه پیشکی تفتیشات راضی نیست و تحقیق جدی و منصفانه را طلب دارد. من گمان میکنم که اینجا قصداً از حیات محروم ساختنی 2 و زیاده از آن شخص به غیر این ماده این هست. من قبول پروکورور شهر اسفره در آمدم، ابراز نمودم عقیدمه. از اسکندر ملکی و همسرش 3 کودک مانده است و آنها را مهیا معروفزاده نگاهبین می‌کند. یکی اشان شیرخواره است. اسکندر ملکی سالهای دراز در اداره‌های دولتی در سوخت کار کرده است. وظیفه آخرینش مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه حکومت اسفره بود. وی تقریباً 2 سال پیش از این وظیفه سبکدوش شد و طبق اطلاع دریافتی صاحبکاری میکرد. اسکندر ملکی در مناقشه ماه ینور سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سخت زخمی شده بود. مهیا معروفزاده میگوید بر ضمن آنکه تحقیق مرگ اسکندر ملکی و همسر و فرزندش به باور او عادلانه پیش نمی رود، هیچ یاری هم به کودکان باقی مانده اش نرسیده است. یگان خیلی حساب یا پنسیه اجای کاری پدرش می یگان خیلی و نیست. حکومت شهر اسفره باید کارگری مقامات در محاربه های خونین جنگ قرقیز اسفره جراحت وزنی برداشتگی 57 سوتکه در حالتی کامل قرار داشتگی میباید کودکان را با منزل استقامتی کودکان یتیمی کل را با منزل استقامتی تأمین میکرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.